سلام گایز، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با بیوگرافی یکی از شخصیت‌های خفن دیگه جوجوتسو کایسن بود که همه شخصیتاش خفن، شخصیت بد نداشت. مگومی فوشیگیرو. همتون خوشحال شید لعنتی. بیست‌ودو دسامبر متولد شده، 15 سال بیشتر نداره. خواهر ناتنیش رو که تو فصل دوم دیدیم، تسومیکی فوشیگیرو خواهر ناتنیشه. توجی فوشیگیرو که کراش همتون بود باباشه. جینوچی زنین عموشه، اوگی زنین عموی بزرگترشونه، خانموه. اسمی از مادرش هم برده نشده. جزء از جادوگران جوجوتسو مدرسه توکیو، جوجوتسو توکیو. حالا درجه 2. مگومی فوشیگیرو یکی از شخصیت مانگا و انیمه جوجوتسو کایسنه که یکی از شاگرد اولیا در دبیرستان جوجوتسو استان توکیو و همچنین از نوادگان خاندان زنین. مگومی که برادر ناتنی تسومیکی و پسر توجی فوشیگیرو بود، او در خارج از خاندان زنین به عنوان برگ برنده توجی متولد شد. او سرانجام توسط ساتورو گوجو کشف شد. البته همون تو فصل دوم دیدیم که فصل دوم که توجی اومد در مورد مگومی گفت. تحت مربیگری گوجو هم که قرار گرفت در دبیرستان جوجوتسو هم تعلیم دید. مگومی چجور شخصیتی داشت؟ مگومی یه فرد خیلی خونسرد و محاسبه‌گر بود. او اغلب چهره خنثی از خودش نشون میداد، یعنی پوکر فیس. به ندرت در شرایط مختلف تغییر میکرد که مطمئنم همتون اون عکسش رو دیدین اصلا چه حالتی بود. که اون معتقده که جهان مکانی ناعادلانه است و یه جادوگر ابزاریه. حس سلاح بودن رو داره تا شانس بیشتری به افراد مهربان برای زندگی بدهد. همین عقیده او باعث شد تا او یوجی ایتادوری را از مرگ حتمی نجات بده. برعکس این موضوع، او در مورد مرگ مجرمان و قاتلان بسیار بی‌عاطفه است. یعنی میزنه فوری شات و پرت میکنه میکشه، چون معتقد اونا ارزش نجات دادن ندارن. مگومی در حال زورگویی به قلدران مدرسه، خیلی خفن بوده تو مدرسه ها. حتی در کودکی مگومی بسیار سخیر و جدی و متفکر بود. چون که خودمون دیدیم گوجو مونده بود که این کلاس اولی یا نه. وقتی گوجو برای اولین بار وضعیت قبیله زنین رو توضیح داد، مگومی فاش کرد که به پدرش اهمیتی نمیده. اون میتونست درک کنه به قبیله زنین فروخته شده، اما در تنها صورت موافقت این موضوع بود که تسومیکی نیست خوشحال باشه. خواهر ناتنیش تسومیکی برای مگومی نمونه کاملی از یک فرد خوبه، اما هر زمانی که تسومیکی به خاطر آزار دادن افراد بعد از او ناراحت میشد، از این دورویی و عصبانی میشد. مگومی در نهایت متوجه شد که نابالغ بوده، بچگی کرده، جوونی کرد، اشتباه چنین فکر کرده. پس از اینکه تسومیکی نفرین شد، مگومی پر از پشیمانی شد و انگیزه تبدیل شدن به یک جادوگر را پیدا کرد، بتونه خواهرش رو نجات بده. زمانی که مگومی تو دبستان بود، پدرش با مادر تسومیکی ازدواج کرد. زمانی که والدین آنها فوت شدند، گوجوی مدرسه را مجبور به حمایت از مگومی و خواهرش کرد. به جای اینکه مگومی به خاندان زنین سپرده شه، همچنین مگومی در دوران دبیرستان اغلب در درگیری‌های بسیاری شرکت داشت. او اغلب به خاطر اقدامات بی‌پروایانه‌اش توسط خواهر خوانده‌اش تسومیکی مورد سرزنش قرار می‌گرفت. حالا مگومی چی جور توانایی قدرتی داشت؟ سطح مهارت کلی مگومی به عنوان یک جادوگر درجه 2 وارد کالج شد. او در نظر افراد مثل نیو توشیکامو، مایزنی و حتی ساتورو گوجو داره پتانسیل بالایی بود. پادشاه نفرینا اشاره کرد که تمایل مگومی در نبرد تن به تن او از سایر کاربران شیکیگامی متفاوت کرده است. طبق گفته ساتورو، مگومی حتی از یوجی توانایی و مهارت بیشتری دارد. او میتواند از حملات فیزیکی خود در ترکیب با شیکیگامی استفاده کند تا حریف خود را به دام بیاندازد. قدرتش توان تقویت شده، سرعت تقویت یافته، مهارت کار با سلاح، تقویت تحمل تقویت شده،